اینها برای گرفتن انتقامشون یه جای خوب پیدا کردن، زمین فوتبال. برای همینه که بردن یه بازی فوتبال براشون مثل بردن یه جنگ حیثیتیه. با فوتبال کابوس دیکتاتور رو پشت سر گذاشتن. با فوتبال انتقام جزایرشون رو از انگلیسی ها گرفتن و با فوتبال لذت سروری توی دنیا رو چشیدن. وقتی تمام حقت از زندگی میشه یک 90 دقیقه که باید حتما ببریش، نیاز داری که براش حداقل یه قهرمان فرازمینی داشته باشی. اونی که با اعجازش، با جادوی پاهاش، با ریتم بدنش، با فریادهاش و شده با دستش فقط برد رو بهت هدیه بده. اگه شانس باهات یار باشه و همچین قهرمانی داشته باشی، اون آدم قطعاً برات یه قدیس میشه. واسه همینه که مارادونا برای این مردم یک قدیسه، درست مثل ناپلی ها، کارگرای فقیر سیسیلی که با دیگو حس بهتر بودن رو تا تهش چشیدن. برای همین هم با خبر فوتش خیلی هاشون زار زدن، چون بدون اون احساس بی‌پناهی میکردن. مارادونا ساخته شده بود برای همین آدما. خودش هم اینو خیلی خوب میدونست. برای همینم میگفت آره من چگوارای فوتبالم. با بقیه فوتبالیا فقط میتونی درباره فوتبال حرف بزنی، ولی با من درباره زندگی هم حرف بزن، درباره مردم. من به مردم اهمیت میدم. من میدونم فقر کجاست، جنگ کجاست، مردم کجا گشنه هستن. این زندگیه، چیزی که من کف خیابونا یادش گرفتم. مارادونا اینجوری و با این سبک زندگی آدمی شد که به قول گابریل مارکوتی، نویسنده معروف ESPN، سونامی تلخ خبر فوتش توی کمتر از 4 دقیقه تمام دنیا رو به غم فرو برد.